از کشور ازبکستان. توجه میکنیم نسبت به رقیب. محیدین در رده‌بندی در زینه خوبتر قرار دارد. آزمایی را آغاز کردند سال گذشته در قهرمانی جهان میان جوانان. محیدین از خود مهارت خوب نشان داده بود، با گرفتن نشانی برنجی هم شرفیاب گشته بود و این نوبت میخواهد که باز همان گونه مثل سال قبلی مهارت خوب نشان داده از قهرمانی جهان باز هم نتیجه به دست بیارد. حالت کار در زمین، حرکت ها از جانب محیدین بود که داور اشاره کرد از مرکزی میدان دیگر باره آزمایی ادامه یابد. محیدین جدوگی سفید به بر کرده است و اینجا یک حرکت هم میخواست که انجام بدهد. حالت کار در زمین اونقدر توجه نمی شود از جانب جودوکاری ازبکستانی. شیدو برای کم فعال بودنش برای معروفو نشان دادند و حرکت های محیدین بیشتر می شود. باز هم نزدیک می شوند. حالت کمیکات حرکت ها ادامه می یابد و محیدین اولین شده از گریبان رقیب داشته کوشش می کند که اصول اجرا کند و اینجا هم یک حرکتی خوبه بود و همین گونه باید ادامه یابد. در برابر اشتراک در مسابقه های سطح بین المللی میانی جوانان، محیدین اسداللهیف سال 2025 در مسابقه فصل جهانی جودو گرند اسلم دوشنبه بسیار درخشش عالی داشت. نشان طلا را به دست آورده بود و اینجا لحظه محیدین نزد طبیبان می رود تا برگشتنش اطراف دستاوردهای اسداللهیف. هر 8 مسابقه سطحی با نفوذ بین المللی را دیده است که 4 نشان طلا و 1 نشان برنجی را در کارنامه خود به قید گرفته است. اسداللهیف و محیدین بازگشت ادامه آزمایی آنها. حرکت نوبتی اینجا اسداللهیف یک تلاش هم کرد بهره به دست آوردن امتیاز دیگر باره در حالت کار در زمین. لحظه ورزشکار ازبکستانی هم حرکت کرد و موفق نشد. باز هم کوشش را ادامه میدهند. معروفوف میخواست یک اصول اجرا کند. این نوبت حرکت از جانب اسداللهیف بود و یک نقطه را باید قید نماییم که یک ورزشکار بسیار هم صاحب تجربه، یک ورزشکار موفق ازبکستانی و اینجا حرکت امتیاز آوری محیدین اسداللهیف و زری را به دست می‌آورد. اطراف آن حرف می‌زدیم که 2 مراتب شهرام احدفی موفق و نامدار ازبکستانی از انا همین چهره جوان 19 ساله تاجیک محیدین اسداللهیف 2 مراتب شکست خورده است و باوری است، اعتماد است که محیدین میتواند این رقیب را شکست بدهد و یک کوشش دیگر طریق اجرا کردن اصول تمایل از جانب اسداللهیف بود و پیشرفتی را ورزشکاری ما در اختیار دارد. باز هم امیدها زیاد می شود برای نتیجه به دست آوردن این چهره. دیگر باره کوشش می کند. دقیقه آخری آزمایی حرکت نوبتی و اینجا
محریدین هم میخواهد که یک اصول امتیازآور داشته باشد در مقابل اسداللهیف و خوشبختانه موفق نگردید. 41 ثانیه دیگر محیدین رو میباید که این پیشرفتی را ادامه دهد و راه خود را به مرحله بعدی، مرحله 4-1 نهایی هموار کند. شیدو برای اسداللهیف نشان داده شد به خاطر حرکت نادرست باقی نیست. باز هم ادامه میدهند. کوشش نوبتی از جانب محیدین به حالت کار در زمین. اونقدر توجه نمیکند محیدین و سراسیم موار باز هم حرکت ها را ادامه میدهد. کوشش نوبتی از جانب اسداللهیف. یگانه امید همین اسداللهیف است برای هیئت جودوکاران ما که از قهرمانی جهانی جوانان نتیجه به دست بیارند. شیدای دویم برای اسداللهیف. 5 ثانیه دیگر باز هم حرکت های ادامه می‌یابد و همینطور وقت به انجام میرسد و محیدین اسداللهیف موفق می شود که به مرحله 4-1 نهایی براید. در مرحله 4-1 نهایی با عبدالسلام بلبلهاوت محیدین اسداللهیف آزمایی میکند و امکانیت خوبی هم دارد که به مرحله نیم نهایی روی خود را هموار بسازد. همینطور محیدین اسداللهیف غالب شد و باز هم امیدها زیاد می شود بهر به دست آوردن مدال از قهرمانی جهان.